در پی حمله افراد مسلح به یک بیمارستان نظامی در مرکز شهر کابل در نزدیکی سفارت امریکا در افغانستان 4 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه تندرو دولت اسلامی بر دوش گرفت. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با لحن تند این حادثه را محکوم کرد. حمله بر شفاخانه حمله بر تمام مردم افغانستان و بر تمام زنای افغانستان است. به اطلاع بخش افغانستانی رادیوی آزادی به نقل از منبع‌های حکومتی ساعت 9 در نزد دروازه ورودی بیمارستان اول ترکش رخ داد و پس از آن حمله‌وران خود را به داخل بینا رسانده با نیروهای امنیتی درگیر شدند. یک مسئول این بیمارستان گفت حمله‌وران از طرف شمال شفاخانه به داخل وارد شدند. شاهدان عینی در محل گفتند که در حال حاضر وضعیت وخیم است و زخمی‌ها به کمک نیاز دارند. بیمارستان نظامی سردار محمد داوود در وزیر اکبرخان در منطقه واقع می باشد که سفارت‌های کشورهای خارجی در آن جای گرفته‌اند. این بیمارستان یکی از کلانترین شفاخانه‌های کابل و تابع وزارت دفاع آن کشور است و اکثر نظامیان در آن معالجه می‌شوند. این بیمارستان 5 سال پیش نیز مورد حمله قرار گرفته بود که بر اساس آن 6 کارمند کشته و 23 نفر دیگر زخمی شده بودند.